ایرانی کارت. امروز ناسا اعلام کرد. میدونستی ناسا 90% ایرانیه؟ پس کاش اونا می اومدن اینجا. تازه اون 10% هم مواد نگهدارندن. ما شما را به فضا میبریم. فضا؟ ببینید ما پرواز مستقیم به آمریکا نداریم. یه 7-8 تا کشور وسطش میرید که قشنگ بر بخورید. حله. خب شما قبلا فضا نوردی انجام داد؟ بله داد تا دلتون بخواد. مدرک خاصی هم دارید؟ بله چشامون. نه. کی بهتون یاد داد؟ مرداد. مداد گلی. نه. چی میگه؟ گوه میخورن شما بفرمایید. اونو دست نزن. او نگفتم همه ایرانیه؟ نه خیر. ببخشید بلیتش چنده؟ بچه‌ها ساکت ببینیم چند میگه، حساب کنیم در ماه چقدر در میارن. نگفتم همه ایرانیه؟ حله. ما رو شما آزمایش میکنیم. یعنی میشاشی؟ خب اینم لباس فضا نوردی. ما اینا رو سوراخ میکنیم سر قلیون میکشیم. خب دیگه برید تو. دست به دکمه قرمزم نزنید تا من بیام. حتما. چقدر دکمه؟ کاش به جای این همه دکمه یه زیپ میذاشتن. گفت کدوم دکمه رو نزنیم؟ این. تو سرتون. ایرانی کارت. حالا چجوری برگردیم؟ تو ویز زده 2 سال نوری. نوری فامیلیشه؟ فیلتر شد. پس رو ایرانیم، همینو میریم پایین. خوشگلا برسونی. برید مزاحم نشید وگرنه چی؟ نمیدونم شاید حق با تو باشه. وای کرونا. من روغن بنفشه دارم. ای بابا ریدم تو این شانس. تو بکن. ای بچه‌ها ساعت 9 شب باید بریم ایران. بریم. شانس آوردیم. خب میتونیم با ماهواره پیام بفرستیم زمین. الان خوبه؟ وصل شد. سلام، من سیامک انصاری هستم. قطع کن. آهای این چیه؟ شیت مگه تا اینجا میای؟ بالای ایرانید، عمودی تا خورشید به ما مربوطه. مشمام. میگم این چیه؟ به نام خدا ماهواره آذری جهرومی رو وصل میکنیم قربتن الله. حاج سیر میگه برای نماز یه جا بزن بغل. احسنت. پس داشتید میرفتید همه جا رو فیلتر کنید بعد برید. حتما. پس چرا نمیگی گیره؟ اینو بزن. همه دنیا توجه کنید. ایرانیا اونجا چیکار میکنن؟ همه دنیا توجه کنید. کره زمین تا چند دقیقه دیگه منفجر میشه. چی میگی؟ از این چیزا میگن دیگه. نه ما رو نجات میدی. موی انسان ذاتاً سفید آقای زیا. واقعی؟ اگه مکانیزمشو بگم که پشماتون میریزه. شیت روش تبلیغ گرفتن؟ این تازه الان میره پایین تا 3-4 جاتم کوچیک و بزرگ نکنه ول نمیکنه. وای یه چاله بزرگ. بی خود نیست کهکشان راه شیریه. این سیاه چاله. شیت بریم تو زمان سفر میکنیم. من عاشقت هستم ای کوروش. از من زیباتر برادرم هست که پشت سرته. آره خدای بابا چی بودی تو؟ اینجوری تموم نمیشد. ما عاشق شماییم. شما چی؟ اتفاقا خوب شد دیدیمتون. اجاره مغازه تو پاساژتون رو بالا نگفتید خدایی؟ چی؟ یه جمله دارید که میگه از دختر خردادی با موهای کوتاه بترس. کی گفتم؟ تو تلگرام نوشته. چی؟ سربازا اینا رو بگیرید. شت. اومدیم عصر حجر. البته ساعت 12:30 حجره. مایناسور. شت تازه شروع شد.